لباس نام عمومی چیزهایی که انسان میپوشد. لباس تن آدم را از تأثیر محیط محافظت کرده. حرارت بدن را در یک درجه معین نگاه می‌دارد. با مفهوم لباس کلاپوش، پای افزال، دست پوشک و غیره داخل می شود. اسباب زینت به لباس تنها چیز علاوگی است. لباس برابر اقامتگاه همچون یکی از وسیله های محافظت از تأثیر گوناگونی بیرون پیدا شد. لباس از جمله اختراعات قدیمترین انسان است. در بین یادگاری های پالئولیتی دوره های اخیر تراشکاردهای سنگی و سوزن های استخوانی یافت شدند که با آنها پوست می تراشیدند و لباس می دوختند. برابر پوست، برگ، علف، پوستلاق درخت نیز همچون لباس استفاده می شدند. شکارچیان و ماهیگیران برای لباس پوست ماهی، روده حیوانات بحری، پر و پوست پرندگان را نیز استفاده می بردند. انسان در دوره نئولیت صنعت رسیدن و بافتن را یاد گرفته. برای تیار نمودن لباس نخی رستنی های خودروی را به کار می برد. دوره گزارش به چارواداری و دهقانی به آدمان امکانیت داد که از پشم چاروای خانگی و نخی زراعت زغیر، کنب، پخته، متاع تیار کند. انسان تا اختراع لباس بدن را با پوست و میان ران را با چیزهای دیگر می پوشید. ثانی‌تر خیل‌های بسیاری لباس، کرته‌های دراز و کوتاه، چکمن، یکته، پیشدامن، لنگو، پاجامه پیدا شدند. کفش چوبین یا خسین، اینچنین پارچه پوست چاروا که به پای میپیچانیدند، پای افزال عادی‌ترین و قدیم‌ترین بود. کلاپوش بجز وظیفه اساسیش از زمانهای قدیم نشانی رمزی هم نیز بود. منصوبیت اجتماعی آدمان کلاپوش داهیان، کاهنان، قلندران و غیره را نشان میداد. لباس را عادتاً مطابق به محیط گئوگرافی تیار میکنند و متاعش نیز وابسته به اقلیم منطقه های گوناگون انتخاب می شود. لباس قدیمترین خلق های منطقه های تروپیکی جنگل یعنی افریقا، امریکای جنوبی و غیره رویپوش میان ران، پیشدامن، کتف پوشک بود. در ولایت های خنک معتدل و ناحیه های ارتیکی لباس تمام بدن را می پوشد. لباس منطقه های خنک به لباس شمالی اقلیمش معتدل و شمال دوردست تقسیم می شود که دویومی را فقط از موینه می دوزند. برای خلق های سیبیر دو خیلی لباس موینه برای منطقه های نزد شمالی نوبریده یعنی بوتون که از سر می پوشند، اسکیموس ها، چوکچی ها، ننس ها و غیره برای منطقه های جنوبتر بریده یعنی پیشکشاد، ایونک ها، یاقوت ها و غیره خاص است. در بین هندیان منطقه جنگلزار امریکای شمالی لباس چرمینی مخصوص پهن شده است. زنان کرته دراز، مردان کرته و ازاری دراز می پوشند. نمادهای لباس به فعالیت مهنت انسان وابسته است. در زمان قدیم زنان و مردان چاروادار بادیه‌نشین لباس مخصوصی برای سوارگردی موافق ازاری واسع و جامه می پوشیدند. من بعد در رفت انکشاف جمعیت تأثیر تفاوت موقع جمعیتی و عائلوی به لباس افزود. در بین لباس مردان و زنان، دختران و زنان فرق پیدا شد. لباس های روزمره، ایدانه، تویانه، معتمد و غیره به میان آمدند. موافق تقسیمات مهنت شکل های گوناگون لباس های کاسبی پیدا شد. لباس اولها مخصوصیت اتنیکی اولاد قبیلوی و من بعد عمومی ملی خلق ها را انعکاس میکرد. در لباس عادتاً نابرابری های اجتماعی اقتصادی ظاهر میگردد. مثلا متاع، آرایش، دوخت لباس بایها دهقانان روحانیان از یکدیگر فرق قلم داشتند. لباس ذوق استتیکی اهل جمعیت را نیز انعکاس میکند. خصوصیت بدیعی لباس همچون نمود صنعت آرایش و عملی و محصول عملی بدیعی از آن عبارت است که اوبیکت ایجادیات خود انسان می باشد. لباس با آدم وابستگی تام دارد. در دوختن و انتخاب لباس به تناسب اعضای بدن، سن و سال، اینچنین عنصرهای جزئی ظاهری آدم، قد، رنگ و مو، چشم و غیره اعتبار داده می شود. زیر لباس در اطراف بدن حرارت یک خیله از 28 تا 120، نمکناکی کم از 20 تا 40% نگاه داشته می شود. لباس تلف گرمی را کم کرده به این وسیله نیروی ارگانیسم را صرفه می نماید. غیر از این وی پوست را از عصبی مکانیکی و شیمیایی، افلاسی، چنگ و غبار امین می دارد. لباس در مرحله معین تاریخی پیدا شده در برابر منزل وابستگی آدم را به شرایط اقلیم کم کرد.
برای موجودیت و فعالیت استحصالی او امکانیت فراهم آورد. مطابق با اقلیم، شدت کاری موشک‌ها، خصوصیت جنسی، سن و سال، وضع سلامتی و غیره طلبات اساسی به لباس میباشد. ساخت و اندازه لباس باید با تغییر آب و هوا موافق بوده، با آزاد نفس کشیدن، گردش خون و لیمفا و حرکت خلل نرساند. غیر از این لباس باید با طلبات معین تکنیکی و اقتصادی پرداشت، ارزان و زیبا جوابگو باشد. لباس در مورد سرما باید بدن را گرم نگاه دارد. از این رو برای لباس زمستانه متاع وزنین و قفس را انتخاب میکنند. متاع از حد زیاد نمکش نمی را از بدن دور میکند. متاعهای طبیعی، کتانی، پختگی، ابریشمی و غیره دارای همین گونه خاصیت می باشند. متاعهای سنتزی را به صفت قبط بیرونی لباس استفاده بردن موافق مقصد است. هنگام انتخاب لباس قفس باید کوشش کرد که پای، پنجه دست، اینچنین سر و کمر گرم باشد. برای پیشگیری خنک خوردن از لباس به حد گرم، خصوصا برای کودکان خودداری باید نمود، زیرا آن باعث عرق کردن و تر شدن بدن میگردد. لباس تابستانه باید بدن را از گرمی محافظت کند، از متاع پختگین یا کتانی دوخته شود. لباس از متاع تنوک کشاد رنگ دوخته کس را از شعاع آفتاب حمایت میکند. لباس ساکنان ناحیه‌های گرمسیر باید بدن را از گرمی تا قد فرسا امین دارد. از نقطه نظر بهداشت برای آنها از متاعهای کتانی، پختگی و ابریشمی تیار کردن لباس عین مانده است. متاع سنتزی زود افلاس می شود، برق پیدا می کند، نفس کشی پوست را خلل دار می سازد و باعث آلرژی می گردد. لباس سنتزی را زود مثلا لباس تگ را بعد 3 تا 5 روز چراب کپران را هر روز شستن لازم است. لباس کودکان باید هواگذار و وسیع باشد. بدن را از خنک خوردن یا بسیار گرم شدن احتیاط کند. لباس کودکان را موافق خصوصیت‌های سن و سال می‌دوزند. پوست کودک در ماه‌های اول حیات نازک بوده می‌تواند زود زخم‌دار شود. بنابراین لباس کودکان را از متاع نرم نمکش و به تگمه می‌دوزند. از متاع سنتزی دوختن لباس کودکان خردسال جایز نیست، چون که آن باعث دمیدن گرمیچه و انگیزش پوست می‌گردد. هر یک کودک باید دست روی ماچه داشته باشد. آن را برای گم نشدن و تازه ایستادن با رزین به کیسه‌چه بسته میمانند. کامبینزون استرش گرم برای کودکان سنی تا مکتبی لباس بیشتر موافق است. متاع قفس آن بدن کودک را از هوای سرد محافظت میکند. اکثرا به صفت لباس روی، پالتوی سبک یا زمستانه را استفاده میبرند. اگر حرارت هوا از 5 تا 10 درجه باشد، به کودکان پیش از سیر روگشت غیر از لباس تک، کرته نیمتنه آستین دراز یا سویتر و شیمی پشمین یا ازار به پایشان چوب میپوشانند. وابسته به آب و هوا به کودک به جای سویتر پشمین یا کرته نیمتن، کمزول، کرتکه قفس یا پالتوی سبک پوشانیدن ممکن است. خنکی هوا از 0 تا 5 درجه باشد، با کودکان غیر از کرته تگ و کاستوم پشمین، کامبینزون یا کمزولی قفس گرم یا پالتوی سبک، کلاه پشمین و دستپوشک میپوشانند. مورد -10 تا 0 بودن هوا، پوشانیدن پالتوی گرم، تلپک، دستپوشک گرم و موزه ضرور است. تلپک البته پیشانی و گوش کودک را که به سرما چندان تا باور نیستند باید پوشاند. والدین اکثری در وقت سیر و گشت دهان و بینی کودک را با رویمال یا گردنبند محکم میکنند. این کار نادرست است، زیرا کودک در این مورد با بینی معتدل نفس گرفته نتوانسته با دهان هوای سرد را نفس میکشد. غیر از این رویمال زود نم کشیده حسی نافورم پیدا می سازد. با لباس کودک چندین نگاه بین کرده آن را زود شستن لازم است. هر یک کودک باید لباس الهیده داشته باشد. لباس کودکان را در ماه‌های اول حیات باید البته جوشانید و درزمال کرد. با ماده‌های سنتزی شستن لباس کودکان منع است. لباس ورزشی باید به فعالیت ارگانیسم هنگام کاری پرشدت موشک‌ها مساعدت کند. با شرایط آب و هوا، دوامات و سرعت مشق‌های ورزشی موافق باشد. لباس ورزشی باید به حرکت خلل نرساند، از حد زیاد تنک و از حد زیاد سبک نباشد تا که ورزشکار بسیار گرم نشود یا اینکه خنک نخورد. متاع لباس ورزشی را از متاع سبک و هواگذران برای زود اخراج شدن عرق می‌دوزند. آن باید عرق را خوب جپیده به ملال بیرون کند. طلبات نام برده مخصوصا برای لباس تگ مهم است. در این بابت لباس‌های تریکوتاژی
طلبات گیگینی را بیشتر قانع می‌گردانند. صوفی خام و کرباس برای مشغول شدن به ورزش چندان موافق نیستند. لباس ورزشی زمستانه باید سبک باشد و گرمی را خوب نگاه دارد. لباس‌های برای مشق تعیین شده را از متای پختگین پشمین، تریکوتاژی پشمین، متای سینتزی می‌دوزند. هنگام کوه برای در هوای سرد لباس شمالگردان ضرور است. برای خنک نزدن بعضی عضوهای بدن از گوشپوشک، جورابی پشمین و غیره استفاده میبرند. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.